شما آقای مشاورشم خفیف خواهیم قبل از که بریم سر تهیلیم هفته دیگه وقت داریم برای پوریم میشه هفته دیگه خود صحبت کنیم نکس پنج شنبه دیگه تعنیت استر So I just came back from Eretz Israel طبعا تو رخوف یافا یش خنوت گلباری یش فامیل دور شوهره نخواهیم گلباری چیز میفرماید که خفیف خواهیم میفرماید که ما داشتیم رفتیم اسرائیل میدونی خود پول صدقه داشتیم میبردیم خیلی آدم باید مواظب باشه وقتی آدم پول داره میبره همش نگاه میکنه مکشور میکنه که پول رو داره پول رو نداره به خصوص جایی که دزد زیاده وقتی جایی که دزد گم شده آدم باید اکسترا کیرفول مثلا پیش خودتون مجسم میکنن یه نفر داره خافت خواهی میگه مثلا داره به خودش الماس میبره مثلا کسی که اینم سنگای قیمتی داره شده چقدر همش مواظبه که کانستنت چیکار میکنه چک میکنه که مکشور کنه که این گنجینه رو از دست نده خافت خواهی میگه که پرقیمت ترین گنجینه‌ای که ما داریم امونامون به هشمه ایمان به عقابش برخو it's the most precious position we have هیچ چیزی تو این دنیا میدونین از ایمان به عقابش برخو قیمتی تر نیست و خافت خواهی میگه که مرتب دزدا زیادن که میخوان امونای آدم رو ازش بگیرن یه چراراست نه؟ آکنم یه چراراست مرتب ببینید چون انقدر این گنجینه قیمتیه دزدم به همون نسبت زیاده که میخواد آدم امونای آدم ازش بگیره و ما هفته توی اسرائیل که بودم اینا میگن همیشه تو کنیسا پدرم خدا بیامرز کنیسا تو گیلو چیز کردن هر وقت من میرم رو شبات صحبت کنم اینو فکر کنم آمریکا خبریم بهشون گفتم جدا آدم تو اسرائیل زندگی بکنه تو گمارا میگه که کسی که تو خارج از اسرائیل زندگی میکنه مثل کسی که اصلا خدا نداره That's what it says گمارا میگه میشه دار به خودس لارتس دومه که میشه این لو اله چون از تیلیم خودمون میاد که داوید ملخ میگه خدای منو می‌خواستن اینجا بیرون کنم مثل که من برم بت پرستی بکنم تو خارج از اسرائیل امونا خیلی سخت داره ولی تو ارت اسرائیل آدم زندگی بکنه و امونا نداشته باشه خیلی حرف آدم چجوری جدا میتونه تو ارت اسرائیل اصلا نگاه میکنه ما تو تفیلا میگیم باروخ اتى هشم بنه یروشلایم بنه یروشلایم یعنی حقدش برخو یروشلایم ما میسازه ارت اسرائیل میسازه این هزاران سال شاید 2000 سال اسرائیل این تفیلا رو میخوندن میگن یعنی چی نمیگن یونه بنه یروشلایم بنیان اونم ولی بنه یعنی زمان حاله یعنی حقدش برخو داره و این هیچ وقت میدونین چیز نداشته این نوارها هر کی میخواد بگیره دیگه رایت بله اوکی این نوارها رایگانه ای کسی هنوز تیپ ریکوردر داره اینا رو میتونید نوارهای بنده است یا نواری که اینجا تیپ لایبرری دیگه بسته شد ما میشه سی دی کردیم هر کی میخواد میتونه بگیره anyway so میفهمن که بنه یروشلایم آدم نگاه میکنه و میبینی که چجوری جدا یروشلایم خیلی این حالا داره ساخته میشه اصلا it's unbelievable و مرتب هر سال به سال که آدم میره اصلا من اصلا نمیتونم من حالت عادیمو از دست میدم وقتی میبینم جدا چون من یروشلایم سال 67 که دیدم من 67 که رفتم اسرائیل من بچه بودم رفتم اونجا تمام یروشلایم شاید 4 تا چراغ قرمز بیشتر نبود تو مرکز شهر that's it الان باروخ هشم این چیزایی که هست ترافیک جامز ما می‌خواستیم از یروشلایم بریم رامات بچمش تو کس 45 minutes اصلا تکون نمیخورد ماشاءالله انقدر میدونی ماشاءالله شلوغ شده و بساز it's و اینا همش ببینید اینا معجزه‌ای که همتا نداره آدم میدونیم فکر اینو واسه آدم جدا میره ارت اسرائیل اموناش خیلی قوی میشه کسی که میدونیم با یک
دیده میدونین با مذهبی میره اسرائیل رو نگاه میکنه، اصلا it's miracles، معجزاتی که آدم مثلا چطور بعد از هزاران سال خواب و خیال الان ارث اسرائیل مال خودمونه، چجوری باروخ هشم میدونین قدوشایی که اونجا هست، تورایی که اونجا هست، اصلا it's آدم باید، ولی چیزی که هست میدونین همیشه همونجور گفتیم خافetz خایم میگه همیشه دزدا اونجا زیادن. دزد میخواد وقتی آدم الماس داره، دزد میخواد الماس ازش بدزد. گفتیم الماس چیه؟ اموناست. و از اول آفرینش اینجوری بوده. از اول آفرینش میگن وقتی قاین و هول میدونین برادر بودن دیگه، قاین و هول چی باعث شد که قاین و هول دعواشون بشه؟ صحبت راجع به این زیاده، ولی یه میدراش میگه که قاین به هول گفت ببینی این همش حرفه، لیت دین و لیت دیان، برو بخور بخواب هر چیز، این حرفا چیه، علماء چیه. از اون وقت اینه دعواشون سر این بود. تو میدراش میگه از اول آفرینش میگن چی بوده بین قاین و هول، درست سر امونا، سر ایمان این رو با هم دیگه بحث داشتن. آیا خدایی وجود داره؟ آیا علماء وجود داره؟ متوجه هستیم؟ و مرتب این دزدا اونجا هستن. دزد اونجا هست که این الماسه رو بدزده. دزد اونجا هست که الماسه امونا رو از آدم بدزده. و فکر نکنین، بارها اینو صحبت کردیم، فکر نکنیم اگه حقوقش برخه واسه من یک معجزه میکرد من دیگه نوکرشم بودم و تمام شده رفت. اینه اصلا وجود اینا همیشه بعد از معجزه حقوقش برخه یه دزدی میفرسته که بخواد الماسه رو بدزده. نگاه کنین حقوقش برخه واسه اسرائیل از این بالاتر که بیاد حقوقش برخه با اینا حرف بزنه پای هر سینای. could you imagine پای هر سینای اسرائیل هر کدومشون به درجه نبوت کی رسیدن؟ آدمانشان مشربه ناله باشد، هم درجه آدمانشان قبل از خطا و هم به درجه نبوت مشربه. از کجا میدونی؟ چون راجب مشربه رو میگه که حقوقش برخه باش حرف زد پانیم الپانیم، رو در رو. و راجب معماد هر سینای میگه که حقوقش برخه اومد با اسرائیلا پانیم الپانیم. مثل میفارشه میگن یعنی اسرائیلا اونجا پای هر سینای رسیدن به درجه نبوت مشه ربنو علیه و شالوم که میگن مشه ربنو نبوتش ماورای همه نبی‌ها، ولی با وجود این 40 روز بعدش رفتن بت پرستی کردن. یعنی حتی حقوقش برخو با هم حرف بزنه، با هر کدوم از ما مستقیما هم حرف بزنه it's not going to be enough. بعدش یه دزدی میاد که امونه رو بدزده. دزد میره دنبال الماس، هیچ الماس بالاتر از امونه نیست. واسه همیشه حالا you want to call it یتسرارا، you want to call it post miracle، همیشه بعد از چون آدم باید بخیرا داشته باشه. چی داشته باشه؟ بخیرا، فاعل مختار. واسه اینکه ببینید این بزرگترین چیزی که انسان داره اینه که فقط میدونید همونجوری رمخال در خشم صحبت میکنه، فقط حقوقش برخو خداونده که فاعل مختار و ما انسان هم. ما فاعل مختار تو همه موارد نیستیم. فاعل مختار هستیم تو امونا داشتن یا نداشتن، خوب بودن، هکل بیده شامعیم خود میرد شامعیم. واسه این همیشه این هست. همیشه هر جای دنیا هم بریم بعضی هستن که امونا دارن، بعضی که ندارن. این امونایی یک گوهره. به قول خافetz خایم آدم باید همیشه مواظبش باشه. باید همیشه دنبال چیزی بگه چی میتونه امونای آدمو قوی بکنه. چون دزد زیاده که میخواد چیکار کنه الماسه رو بدزده. خب واقعا چی امونه آدمو بیشتر قوی میکنه؟ یکی از چیزای ارث اسرائیل رفتنه. Israel is real. آدم جدا وقتی میره اسرائیل هواش فرق میکنه. آدم میره آدم میره اونجا بغل اولا کتل معراوی. آدم بخواد اموناش قوی بشه. کتل معراوی میدونین بزرگترین چیز اموناست. چجوری این دیواره تنها علت، هیچ علت دیگه‌ای وجود نداره که این دیواره هنوز موجوده. فقط و فقط چون حقوقش برخو وقتی تو شیر شیریم نوشته میز عمر اخر کتلنو، تو شیر شیریم نگاه بکنید نوشته میز عمد اخر کتلنو. این کیه که ایستاده پشت کتل ما؟
تو میدراش میگه اینجا منظورش اینه کتل معراویه. مشکیخ میلخن لوط میگه چی؟ معلم لوزازا شخینا میکتل معراوی. تو میدراش این چند 2000 بیشتر 2000 سال پیش نوشته شده که هیچ وقت شخینه هشم از کتل معراوی دور نیست. واسه همینم کتل معراوی هیچ کی نتونست خراب بکنه. راجع به این صحبت زیاد کردیم. آدم میره اونجا اینا this is it. کتل چجوری پاورجاست؟ آدم میره بغل کتل به زمینایی میرسه که از زمانی به تمقدارش بوده. این تانلز که برین ماماش اونجا درست کف جایی که کوهنگالول راه میرفته اون زمینه هنوز هست. آدم میره اینو آدم میره میرم که ورخه میره wherever you go Israel is real. آدم میره وقتی ارت اسرائیل میره جدا اینو اموناش خیلی قوی میشه. امونه باتری شارژ میشه. ولی at the same time you have Israelis که they don't believe in anything. چرا؟ بزرگترین معجزه را به نفر نشون بدن هنوز میدونین این یه تراره میاد نه اینا حرفه. Because they get used to it, right? آدمی که توی سه زندگی میکنن عادت کردن به اونجا دیگه. امونا رو باید همیشه آدم ببینید دنبال چی باید امونا رو باید گفتیم. حافظ خیم بیوتیفولی میگه الماس میدونی هم میخوام بدوزنش. کی میخواد بدوزتش؟ یه تراره عادت کردن. yes sure عادت کردن اینا. ولی it's amazing. ببینید توی اسرائیل آدم هر جاش بره مثلا من مادرم جایی که زندگی می‌کنه گیلو یه شخونه به چیز مذهبی نیست ولی definitely شبات it's different than every other day. شبات جدن به سختی ماشین رد میشه. ببین آدم هر جا که بره باروخ هشم اسرائیلا مأمینین بنی مأمینیم. بفرمایید محکیم اویرا د اسرائیل محکیم. و خدمتتون عرض کردم گان اینا همه این کلمه ارث اسرائیل الان داریم باید بدونین قبل از اون که اصلا هرتزل به دنیا بیاد رایت اینو با هم دیگه تو تیلیم خوندیم. ببینید این چیزایی که ما تو تیلیم بارخش خیلی الماس پر الماسه. یادتونه خوندیم عین واو که میخوندیم چی نوشته و یهی به شالم سوکو و معونتو به ציון. عین واو گان میگه همونطوری که سوکا را تعصب ولو من آسوی سوکا را باید we have to build from scratch right. این چیزی نیست که مثلا ساخته بیاد آدم مثلا رایت تو گمارا میگه که مثلا اگه نفر بیاد یک خرمن پر از کاه داره bundles of hay بیاد خود از اینا رو در بیاره و یه سوکا اینجوری درست بشه قبول نیست. سوکا رو باید بسازی from scratch. باید دیواراشو بذاری بعد خاک بذاری روش. همینطور هم میگه چرا حرف از سوکا میزنه و ציון میگه ציון هم the same thing. گان میویلنا چه داشتید که پاشین برین اسرائیل تعصه ولو من آسوی تعصه ولو من آسوی گفت باید واسه این بود. فکر نکنین ببینید زاینیزم با هرتزل شروع نشد. اصلش قدوشای گان میویلناست. تلمیدیم گان میویلنا بیشتر از 220 سال پیش رابشون گان گفت باید رفت ارث اسرائیل. اینا رفتن به جان فشانی چقدر غرق شدن چقدر گان گفته that's it رفتن و شروع کردن اسرائیل ساختن right. So you know we have to follow. به عزتشم انشاءالله نصیب بشه که هممون هر چه زودتر با که نوشته اینو بشه به سیمخا با شادی انشاءالله و اونجاست که دن امونا تو ارث اسرائیله. ولی خب متاسفانه فعلا تو گالوت ما چیزی که داریم تورا رو داریم که به عزتشون بریم سر تورای حوالش برخو که بمونه امونا را باتریای امونامونه بتونه انشاءالله قوی بکنه. ما رسیدیم تو تیلیم صدی هستیم فرق 90 صدی رسیدیم یود درسته صدی یود صفت یود میفرماید که گفتیم این فصلهای تیلیم که داریم میخونیم اینا را مشربن علیه و شالوم اوریجینالی سروده بعد داوید الملک کسی که اومده اینا که به نظم آورده. پس کلمات ایدیاهای مشربن علیه و شالومه ولی نظمش کلمات داوید الملک انتخاب کرده. میفرماید یمی شنوتینو با هم 70 شانا و این بگوروت 80 شانا.
و رهبان امال و آون کی گاز خیش و نحوفان. تو این چند تا پاسوق داوید الملک موشه ربینو صحبت میکنن راجع به این که زندگی انسان خیلی زود میگذره، میپره. میفرماید ایام ما یه شنوتون با هم 70 شانه 70 سال و این بیگوروت اگه به جبروت برسه آدم 80 سال و رهبام امال و آون. رهبام میشه قلش، یعنی their proudest success. یعنی آدم نگاه بکنه و آدم نگاه بکنه جدا تو زندگیش امال و آون. آدم زندگیش توی دنیا که داره میدونین توی دنیا خوشی واقعی متداوم وجود نداره، متداوم. و رهبام امال و آون، یعنی اینجوری که تو آرتیکل ترجمه کرده their proudest success is امال و آون. امال میشه رنج و آون هم میشه سختی. یعنی جدا اینو آدم هیچ کسی میدونی این آدم برای این دنیا آفریده نشده. هدف از آفرینش انسان به هیچ وجه واسه این دنیا نیست. آدم نگاه بکنه جدا اکثریت مردم دنیا میدونین unless they have میدونین they have spiritual happiness خوشحال نیستن. اکثریت مردم دنیا کسی که امونا داره سیمخا داره. کسی که امونا نداره نگاه کنیم چرا انقدر اینا تو دراگز و اینو اونو خودکشی و موفق ترین کسای دنیا که نگاه بکنیم آدم نگاه کنیم همه چی دارن، ثروت دارن، این دارن هیچ کدومشون they don't have happiness. اینا ببینین تو این دنیا خوشبختی واقعی وجود نداره مگر اون که آدم جدا چی باشه؟ یک آدم روحانی اسپریچوال باشه. چون اگه نگاه بکنیم میگه یه میشونتون با هم، حالا اینجا میگه 70 سال ولی تو گمارا موعد کاتان میفرماید که خییم مموتسائیم 60. تو گمارا میگه که عمر متوسط 60 سال. از کجا؟ چون میگه یه می شنوتنو، یه می گیمتیاش بشه چقدر؟ 60 یود من یود یه می شنوتنو. یعنی میگن اینا الان البته میدونین با باروخ هاشم با اون خخمایی که آدم به دکترا اینا و چیزایی داده الان میانگین سن باروخ هاشم خیلی رفته بالاتر. ولی تو گمارا میفرماید یه می شنوتن 60 سال و میگه حالا اینجا میگه که 60 سال. داوید الملک میگه 70. چرا؟ چون داوید الملک خودش 60 سال زندگی کرد. 70 سال. یه میشونتون با هم 70 شانه و این بیگوروت شما نیم شانه. میگن موشه ربینو 80 سالش بود که حوادش برو خود چکارش کرد اومد و به عنوان رهبر اسرائیل انتخابش کرد. موشه ربینو حرف از عمر طولانی تر میزنیم. ولی حالا whether it's 60, 70, 80, 120 مثل خود موشه ربینو، ولی میگه بدون و رهبام امال و آون. اینجا رهبام این کلمه میدونین عجیبیه، ما جای دیگه نداشتیم اینا. این رهبام تقریبا من فکر کنم شاید مثل رهبامه the majority of it، ولی ترجمه میکنن میگن رهب میشه سی قلش. میگه نگاه بکنیم هر کسی تو زندگیش میدونین انسان همونجور گفتیم برای این دنیا پیکنیک نیست and nobody has it good. تو این دنیا ببینین هیچ کس شما نگاه بکنید همش فکر میکنه که مرغ همسایه قازه. unless که آدم میدونین یه چیز داشته باشه، که آدم یک انرژی روحانی تو زندگیش داشته باشه، مثل امونا برقبش برو خوب، مثل توکل برقبش برو خوب، آدم خوشبخت تو دنیا پیدا نمیشه. چرا انقدر میدونین این تراپیستا بیزی هستن و بیزی‌تر میشن؟ Because people don't have happiness, right? Because این آدم نگاه بکنین جدا بیشترش این پیچ و خما بیشترش میدونین بیشترش داونه تا اینکه آپ باشه. دور از همه میدونین چیزای مشکلات میدونین دور از همه
فیزیکال، جسمی، چه میدونم مالی نگاه بکنیم، خدای نکرد یه فشارهای روحی، اینا all kinds of issues they are out there. بنابراین میگه که و رهبان عمل و آون و بعدش کی گاز خیش و نعوفا. یعنی چی کی گاز خیش و نعوفا؟ گاز میشه کات اوف شدن، لگزز میشه کات کردن. یادم زندگیش بله لیگزوز، آره لیگزوز تا سیپورناین، لیگزوز میشه کات کردن، کات اوف انگلیسیش میشه کات اوف کردن، right؟ خیش میشه چی؟ فست، خیلی سریع. کی گاز خیش و نعوفا یعنی خیلی سریع. البته میتونه شکست شدن، میتونه ببین آدم هر کسی هیچ که تو دنیا ابد که نمیمونه، همه رفتنی هستن، همه رفتنی هستن. آدم باید دیدن به درگاه قدوس برخو تفیلا بخونه که افتاده نشه. داوود ملخ میگه خداوند التشلیخنی لعت زغنا، که من افتاده نشم وقتی پیر میشم. داوود ملخ هم تفیلاش قبول شد. داوود ملخ چجوری از دنیا رفت؟ روز شبات، نه قبلا با هم دیگه خوندیم، جای دیگه تو تیله میخوندیم که خداوند به من بگو چند سال عمر میکنم. هاشم گفتم بهش که نمیگم، اگه بگم طرف میره بخور و بخواب و فلان و عیش و نوش تا قبل از که از دنیا میره بیاد تو شوها بکنه. بالاخره چونه زد هاشم بهش گفت چی؟ گفت تو شبات اعلام میری. چی میگم چه روز هفته، برای میگم چند سال. واسه این داوود ملخ خدا هر شبات تورا، چون تورا اتس خیمه، تورا اتس خیمه مخزبین با داوود ملخ همش مشغول تورا بود. وقتی که هاشم تعیین کرده بود که 70 سال از دنیا بره، مشغول تورا بود. ساتان اومده بودم تو باغ، تو بوستان، تو گمارا میگه چیزی سر صدا کرد، اینا اون یک لحظه از تورا غافل شد و جدن میتت نشیکادش از نردبون میرفت بالا و افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. پس تفیلاش قبول شد. تفیلاش چی میگه؟ خداوند التشلیخنی لعت زغنا. و این I really highly recommend که همه مونین این مرتب به درگاهش بگیم خداوندا التشلیخنی لعت زغنا، که من وقت پیری افتاده نشم. جدن افتاده شدنه میدونین به جز اینه که میدونین انقدر میدونین سر برای اطرافی ها مشکل میکنه، مثل خود آدم هم. البته باید بدونیم هر دقیقه زندگی مقدسه. خاص و خلیل اگه آدم اینو فامیل کسی داره، ما خاص و خلیل بارها خدمتتون عرض کردم it's not the quality of life is the quantity. تو یهودیت زندگی مقدسه، فرق نمیکنه که آدم داره میدونم اینا quality of life. what kind of quality of life؟ یکی از مثلا مریض پیر و اینا میگه از دستگاه جداش کن. what kind of quality of life؟ من خدا بیام روز مادر خانم وقتی چیز بود دکترها ما رو مسخره میکردن، میگفتن you're cruel، شما بی‌رحمی. این this is what گویوا میگن. تورا tells us که هیچ بس موضوع خدمتتون عرض کردم. اگه دم فکر میکنین که زندگی یعنی enjoying chocolate ice cream، so if you can't enjoy chocolate ice cream, what is life for؟ اینا چیزشون اینه. They talk about quality of life. میگن چه زندگیه این؟ اگه نمیتونم آیس کریم بخورم لذت ببرم چه فایده داره؟ ولی this is not Judaism. تورا tells us no. تورا میفهمد هر لحظه‌ای که نشما این دنیا وجود داره، حتی I believe اریک شارون که انقدر سال میدونین چیز بود، اونم آوون کرده، فراوون کرده، زندگیشو ددیکه کرده واسه قوم اسرائیل، جونش انقدر به خطر انداخت، جنگ‌های مختلف اتسترا، ولی آوونم کرده بود. گوش کاتیف اینا چیز این بود. من مطمئنم این 7-8 سال که منم تو چیز بودیم، تو کما بود. واسه تمیز شدنش. sure definitely. ولی مثلا همه است. آدم باید بدونید خاص و خالی هیچ وقت همیشه کسی که چیز میشه باید بریم با یه راهی که به چیزای پزشکی واقف است چک بکنیم، ببینیم چیکار میشه کرد، چیکار نمیشه کرد. خاص و خالی که آدم بخواد جون یک کسی یک لحظه کوتاه بکنه. بارها عرض کردم تو گمارا میگه یک کسی که در حال نزعه بهش دست نمیزنن، مبادا دست زدنه یک لحظه عمرش کوتاه‌تر میکنه. اینجا
منم فکر میکردم ولی اینجوری ترجمه نمیکنن. ولی شما جای دیگه تو تهیلیم راهب به ترجمه کردید که هر وقت راهب میاد یعنی هرف بود. هرف. بود. نه راهب گفته بودید جای رهب. ببینید رهب گعوا هم هست. اینجا من میرم من was checking into it. تو آرچرال ترجمه میکنیم میگه their proudest success. یعنی میگه موفق تر، یعنی اوجش مثلا اوجش. right. حالا کیگاز پس گفتیم کیگاز خیش و نوفا این برخاست. جدا این که آدم کیگاز خیش که خیلی سریع میتت نشیکا یعنی چی؟ مرگ بوسه. هر کسی از این دنیا میره بالاخره. آدم باید تفیلا بخونه که مثل موشه ربنو، مثل اینو وقتی موشه ربنو دید که چجوری میریام خواهرش از دنیا رفت، میگن میریام، اهرون، موشه سه برخایشون میتت نشیکا بود. میتت نشیکا مثل چی؟ مثل یک تار مو از شیر بیرون کشیدن. very smooth. این میدونین این یعنی دور از همه که مثلا فرض کنیم اینم باید مواظب باشیم. متاسفانه خیلی از سالمندای ما تصادف کردن از بین رفتن همینجا تو خیابونا. یعنی لباسای تیره میپوشن شب اینا سور. چقدر باید اینا. ولی این کسی که میدونین در آنن از بین میره خاص و خلیل که خودکشی که بزرگترین خطاست. ولی کسی که جدا آنن از بین میره این چیه؟ میتت نشیکاست. مثل مرگ بوسه است. و it's a blessing. میگه که گاز خیش و نعوفا. میگه بدون زندگی life is very fragile. خیلی شکننده است. خدا نیاره یک انریزم که آدم یه مویرگ تو مغز دشمنای اسرائیل راپچر بشه و تموم بکنه it takes a second. right. که گاز میگه یعنی میگه بیسیکی داره چی میگه؟ میگه بدون عمر گذراست قدرشو بدون. right. این یه شونتون باید میشه میشن و این بگورات شما نمیشن و رحمان عمل و آون که گاز خیش و جای دیگه دماغ میگه که میگه چی؟ مثل میگه زندگی ما مثل یک سایه یک پرنده است. میگه کاش سایه بود ولی ثابت بود. سایه پرنده حتی اونم سایه هم گذراست. right. بنابراین اینو ولی نمیخواد آدم خاص فکر کردم دیپرس و دیکوراژه بشه. برعکس دیپرس چیز نیست. از دیدگاه ما مرگ چیه؟ مرگ تولد جدیده. این تولد جدید تو دنیای ابدیه. This is چیزی که میدونین همه ملل میدونین از ما گرفتن. اینه که ابراهام اوین چرا انقدر تاکید میکنه که حتما سارا را تو معارت مخپلا تو یک غار 2 طبقه دفن بکنه که در انتهای نمیدونم چیز افرون بود. مالبین میگه ابراهام اوین میخواست این اعتقاد و موفق شد این اعتقاد به همه دنیا بده که زندگی 2 طبقه است. یه طبقه خاکی اینجاست، بعدش طبقه اصلی عالم عباس. right. ولی باید بدونیم که این به اصطلاح این ترانزیشن آدمی که میدونین زخوت داره که گاز خیش و نعوفا افتاده نمیشه. ولی افتاده شدنم اونم باز میدونین یک خزه دقالش برو خود اونم کفارت عوانات اون گیستوریمی که هر طریقی که باید بدونیم هر طریقی که بعد از 120 سال یک آدمی که امونا داره ایمان داره از این دنیا میره هر طریقش بلسینگه. اون کسی که میتت نشیقاست که میدونین مثل که گاز خیش و نعوفا در یک آن به اصطلاح میدونین جان به جان آفرین تسلیم میکنه. این زخود داشته که ایسوری لازم نداشت. اون کسی که خدا نیاره افتاده میشه چقدر مریضی این اون و بالاخره جان به جان آفرین تسلیم کنه اونم باز خسه دعواش برخ اینجوری پاک و منزه نشاماش میره تو علم بابا میودیم و همجور که عرض شد اینجا داوید الملک موشه ربنو منظورشون نیست که ما رو چیکار بکنن که ما رو دیپرس و دیکوراژه بکنن. These are the realities of life و bottom lineش نیست که ببین هر لحظه زندگی اپریشیت بکن and to live it in a constructive positive way. right. yes. درسته که من کسی که شبات از دنیا بره میتسوا کاره؟ آیا آره شبات میتسوا کاره.
کسی که روز جمعه بعد از ظهر دفن میشه میتوا کاره، خیلی میتوا کاره. چیز جاج نداره. اینو میگن آره. ولی نه اینا ولی نمیتونه عقب بندازن، خدا نکرده. این یه کسی که اولام میره باید as soon as possible با دفنش بکنن. ولی اگر افتاد، با ما افتاد داشتیم جمعه بعد از ظهر باروخ هاشم زودم چیز گرفت. کسی که جدا مثلا یه خانم همونجا کنیسه همیشه اومد اینجا، خانم عیسی خاریان خدا بیامرزتش، همیشه این خواهربیت میاد اینجا. این شب جمعه چیز شد، باروخ هاشم زود کارش شد، جمعه بعد از ظهر دفنش کرد. پدر منم خدا بیامرز همینجوری بود. شبش تو یروشلایم شب Thursday night اولام رفت، روز جمعه قبل از شب دفنش کرد. اینا چون ببینید این خیلی چیز سمبولیکه، میدونین؟ چون ببینین شبات واسه چی نگه می‌داریم؟ یکی از رمبان میگه که شبات مظهر علماست. همونطوری که ما 6 روز هفته داریم بعد شبات میشه، این دنیا هم 6000 ساله بعدش شبات علما مثل شباته. همونطوری که آدم باید روز جمعه تو روزهای هفته همه تدارکات شبات رو ببینه، وقتی شبات شد دست به سیاه و سفید نمیشه زد، شبات شد دیگه اینا میگن میشه تارخ به عرب شبات یخل به شبات. کسی که قبل از شبات زحمت کشیده غذا همه چی آماده کرده، پروخورشون گندی و شبات غذا داره. کسی که آماده نکرده از کجا بخوره شبات؟ شبات که نمیشه غذا پخت. همونطور که علما با نمیشه هیچ کاری کرد. علما با دیگه آدم باید هر چی غذایی که پخته همه کارا خوبی که کرده اون وقت چیزو میگه، وقت نتیجهشو میگیره علما با. بنابراین کسی که شبات علم میره یعنی چی؟ این مظهر علما باست، یعنی این آماده رفته. یا همونطور کسی که جمعه بعد از ظهر این قشنگ آماده شده مثل جمعه بعد از ظهر که دیدم داره داخل شبات میشه، همه کاراشو کرده. همه کاراشو کرده. موعد بعد شبات باشه. همش خوبه. و اون ببینید چون موعد چیز نمیکنه، عقب میفته. که عقب میفته. برای نشاما ببینید نشاما از لحظه هر چه زودتر میدونین گوف جسم رو دفنش بکنن، نشاما زودتر به استراحتش میرسه. واسه این گفتیم که باید کمال سعی کرد. بعضی وقتا ممکن نیست ولی باید کمال سعی کرد که بی وقت نباشه. یک میت هر چه زودتر. چون صحبتشو میکنیم اینا ببینید اینا هم کاشرترین، اینا وقتی که بعد از 120 سال باید این از تابوتی استفاده بکنن که پایین خیلی بکنید کوشر کاسکت. نه اینا که میرن چقدر هم خرج میکنن، نمیدونم منبت کاری. من دفعه ما رو بردن، همه ربانی ما بردن، نمیدونم یه جایی اون نشون میده تو این ماونت ساینای بود چی بود، این چیز دارن، فروشگاه دارن واسه تابوتای آهنی، چیز قشنگ استیل، نمیدونم این دیوونه بازی اینا چیز نیست. باید the best اینا in America everything it's business میدونی. اینا the kosher casket خیلی ارزونه. چون مثلا توش فلز نداره، میخ نداره، همه چیزای چوبیه رایت و زود باید دیسینتگریت بشه که بدن برگرده زودتر خاک بشه. ولی تو ایران باکس و این چیزا هم اون بهترینه. بله. تو ایران میزنیم زمین مستقیما. تو ایران نمیکنه. اینجا قانون چیزا این هست. ولی دانتان قاچاقی میکنن. کی گاز خیش و نعوفا. بریم سر پاسخ بعدی. میودیا از اپخا و خیراتخا اوراتخا. میودیا از اپخا یعنی چی؟ میفهمین کسی که جدن رایت کیه که بشناسه از اپخا یعنی قدرت خشم تو را. و خیراتخا اوراتخا یعنی چی؟ کلمر میهوش موین شو از اپایت بارخ اینو کشل بسار بادم. ببینید آدم ها وقتی عصبانی میشن از رو غیظ میزنن، واکنش نشون میدن، ولی حقودش بخو اینطوری نیست. میوده از اپها حقودش بروخو همیشه خشمش وقتی حقودش بروخو مجازات میکنه، مجازات حقودش بروخو ایژوکیشناله، به ما مسیج میده که چجوری خودمون رو تصحیح بکنیم. یک واکنش میدونه از رو عصبانیت نیست. که چی؟ میوده از اپخا کلمر میهوش موین شو از اپویت بارخ اینو کشل بسر بادم
شوستام لهارا، کسی که عصبانی میشه میخواد بشکنه، بزنه، بدی بکنه. الا متاراتو، بلکه حقودش برخو سر ما یسوری میاره که ویاخل وقتی عصبانی میشه برای چی؟ که ما بیرت شامعیم پیدا بکنیم. right؟ او که ایراتخا افراتخا، که بیاره به ایرا مثلا که خالی لالو لیخ اصولها را بیلتیشون تخلیط حقودش برخو. ببینید آدم وقتی یک انسان که عصبانی میشه رفتارش میخواد انتقام جویی بکنه. حقودش برخو اینجوری نیست. حقودش برخو مثلا فرض کنیم ضرر مالی به ما میزنه که بدونیم مثلا کجا جدن تو چیزای مالی میدونین سابوتی کردیم، اهمال کردیم، we were negligent, right؟ یادتونه شیر هیچ وقت به خودی سر نمیره، همه میدونن اینو، right؟ راو ملتسر تلمیدش تعریف میکنه که به خانمش رفته بود، اینو رفته بودن تو خونهش از طلابش، از تلمیدش واسه امتحان بگیره. میرن اونجا وسط امتحان، وقتی میرن تو اتاق نشیمن، یه خونه خیلی قدیمی توی یروشلایم، اینجا مثلا لیوینگ روم و داینینگ رومش بود، اینجا براش هم آشپزخونه است. وقتی میرن امتحان بگیرن میرن پریموس هم صدای پریموس یادتونه؟ پریموس روشن بود و فلان اینا داشتن. یه دفعه میبینن پریموس خاموش شد. پریموس خاموش شد، بعدن راو میگه که مخیلا من الان برمیگردم. میگن رفت تو آشپزخونه، بعد از 2-3 دقیقه با خانمش اینا کداشون رو پوشیدن زمستون، از گفتن ما الان برمیگردیم. رفتن یه ربع دیگه برگشتن و گفتن برگردیم سر لرنینگ، بریم سر امتحان. گفتن کودرف چی شد اینجا؟ متوجه نشدین؟ گفتن نه متوجه نشدیم. گفت مگه متوجه نشدی پریموس خاموش شد؟ من گفتم خب پریموس چرا خاموش شده؟ رفتم دیدم خانم نوشته شیر گرم می‌کرده، شیر سر رفته پریموس خاموش شده. میگم خب شیر سر رفته پریموس خاموش شده. گفت من خانم گفتم یعنی چی؟ چرا باید شیر سر بره؟ مگه بیخودی؟ اینو وقتا اینو فرقی که داشتن شیر سر رفت پریموس خاموش شد. هشم داره یه مسیجی به ما میده. چرا باید اینجا با ضرر بکنیم؟ شیرمون از بین بره، شیر سر رفته. شیر بیخودی سر نمیره. میگه با خانم رفتیم صحبت کردیم، یادمون اومد. گفتیم که این شیرفروش محله ما چند وقت پیش ریتایر شده بود، پیر شده بود و اینا، وقتی هم که منم سوشال سکیوریتی رو نداشتن. ما گفته بودیم متقبل شده بودیم که ما هر هفته یه پولی به این بدیم که این یه چیز داشته باشه. حالا یه هفته یادمون رفته بود. واسه این شیر سر رفت. ما رفتیم پوله رو بهش دادیم و ما برگشتم سر چیز. یعنی هوادوش برخوی آدمای صدق اینجوری زندگی میکنن. چرا من باید تیکت بگیرم؟ حتما این کاری شاید صداقه ندادم به اندازه کافی، شاید این بوده، شاید اون بوده، شاید پول ناکاشه رو اومده تو بساطه. هیچ چیزی بدون علت صورت نمیگیره. آدم چیکار میکنه؟ یعنی ببین هوادوش برخو این دبدبه خیلی داره میگه ببین میوده از اپخا او که یراتخا افراتخا. افرا میشه چی؟ میشه عصبانیت. یعنی هوادوش برخو عصبانیتش رو ما برای اینکه به ما یه رچامین بده، مسیج بده. It's not که ما رو همجوری بزنه. هر وقت هوادوش برخو پانیش میکنه همیشه هر یسوری میکشه میاره، میدونین خوبه. بعضی وقتا یسوری میدونین میخواد به ما نشون بده شیر سر میره که بدونم که من به این شیر فروشه کمک خوده نکردم. یا تو چیزای دیگه هر چیزی هوادوش برخو وقتی به ما یسوری میاره، هشم is a loving father. هشم نیست که میشه از روی عصبانیت و غیظ همینجوری بزنه. همیشه بعضی وقتا هم نه، بعضی وقتا شاید بعضی وقتا این کفاره توانات آدم یه آوونی کرده، همیشه آوون با always sin is with pleasure واسه باید یسورین بیاد که آووناش پاک بشه. ولی هوادوش برخو it's always هشم is a loving father. بنابراین چی؟ او خیراتخا افراتخ، یعنی هوادوش برخو افرا که میاره وقتی به سر ما عصبانی میشه so to speak، برای اینکه به ما یرا که ما میدونیم خدا ترسیمون بیشتر بشه و هشم نزدیک بشه. ایرانی همیشه اینجوری بودن. این همیشه این خطاتی، آویتی، پاشاتی، بابونتون عربین چیزی بوده، خیلی توش هست. یه خیلی توش هست. چرا؟ چون همه ما امونا داریم. میگیم هوادوش برخو is a loving father.
هشم هیچ عشقی تو دنیا بیشتر از عشقی که حق دوش برو خوب به بچه‌هاش داره نیست. وقتی میگه سرمون درد میکنه تو گمارا میگه حق دوش برو میگه کن دیگه هشم سرش درد میکنه. وقتی ما اینجا گریه میکنیم هشم داره با ما گریه میکنه. اینا میشناس گماراست همش. هشم is a loving father. Right. بنابراین میوده از اپخا او خیراتخا اوراتخا، یعنی اورای عقدوش باروخو، خشم عقدوش باروخو هدفش چیه؟ که یرای رشمای ما رو زیاد بکنه. یس کلمه اورا و اورا ریشش چیه؟ نسبت به اورا و اورا اورا یودم داره، اورا این بیت یود رشه. اورا شاید اورا باعث اورا، شاید خشم، یعنی خطای ما. اورا میدونین اورا ریشش از ترانسگرشنه، یعنی عبور کردنه. وقتی ما قانون عقدش برو خود زیر پا میذاریم، اورا از لعور میاد، لعور علی میتسوس. اورا خشم اون ریشش فرق میکنه، ولی خب شاید بشه داراش روش کرد. Yes. من شنیدم که میگن مثلا اگه یه چیزی میشه نمیشه بگیم کاپارات اوانوت. Is it right؟ بله؟ مثلا اگه یه چیزی میشه مثلا همیشه میگیم اوکی کاپارات اوانوت. شنیدم میگن نمیشه بگیم کاپارات اوانوت. چرا نه؟ نمیدونم. شما نشنیدم چون چیزی. پس مثلا اگه چیزی میشه it's good to say or what؟ ببین وقتی میگه کفارت اوانات یعنی نشون میده امونه‌شو نشون میده. میگه این عقدش برو خو is a loving father. چرا بعد اتفاقی بیفته؟ حتما ابونی کردم دشوبه بکنم. I don't think there is anything wrong with it. Yes. بله. من به نظر من آدم اگه تو این دنیا خوبی بکنه و آدم خوبی باشه وقتی میمیره بدنش میمیره، اون حواس و ایناش زنده است. بعد آدم که میمیره وقتی یکی دیگه به دنیا میاد جونش میره تو اون. اگه آدم خوبی باشه این خوشبخت میشه تو دنیا. اگه آدم بدی بوده تو این دوران زندگیش بدبختی میشه دوباره. بله. علما با همینه دیگه. دیگه چقدر دادم اینجا چی میگم پول داده اونجا آش میخوره. هر کاری کرده چه میگیره؟ شو سو میوده از اپخا و خیرات خای وراتخا. یه چیز دیگه هم یه پشت دیگه هم بهتون بدم، خیدوش دیگه هم بهتون بدم که شاید I don't know how much we are going to appreciate it. میفرمایند ردق میفرماید که خلش یوتر یرئیم هشم کخ کعسو علیهم یوتر گدول. هر چقدر به هشم نزدیکتر باشیم هشم بیشتر تو رفتار ما مته به خشخاش میذاره و بیشتر سرمون میاره. حالا نگاه کنید. عروسی گفتین ها؟ بله that's it. میگه که چی؟ کاخ بشربن علا و شالوم نیتبس بکتنوت. بنابراین اینجا داره میگه چی؟ داره پاسخ داره چی میگه؟ میگه که او خیراتخا افراتخا، یعنی هر چقدر یرای شخص بالاتر باشه هر چقدر آدم به هشم نزدیکتر باشه یرا به هشم بیشتر، به همون نسبت عصبانیت هشم نسبت به اون بالاتره. ربا یرا یعنی ترس، نه یریت هم یعنی ترس. خب آره که یرات یعنی هر چقدر طرف بیشتر از خودش برخو یرا داره به همون نسبت هشم بیشتر سرش عصبانی میشه. تفلک مشربن علی و شالوم به جای اینکه بگه نمیدونم به این سنگه نمیدونم بگید گفت بزنید، ببینید چی سرش اومد. ربا مثل کلاس و معلم اونایی شاگرد زرنگه معلم یه کاری بد میکنن فوری معلم میبینه که تای کلاس نشسته که معلم نمیبینه. That's right. اون معلم از اون بچه‌ای که شور که اون که بیشتر از اون انتظار بیشتر داره. شور بچه‌های حرام. این هم هست که حقوقش بگو سر اسرائیل خیلی ایسوری میاره، سر گویما انقدر ایسوری نمیاره. یکی از چه ما هولوکاست داریم اینا ندارن، چون هشم انتظاری که از ما داره با اونا زمین تا آسمون فرق میکنه. That's the reason why yes Jews throughout the history از همه ملل دنیا بیشتر ایسوری میکشن، چون عقدش برو خب از ما انتظار دیگه ای داره تا اونا، چون علمایی که ما داریم با اونا قابل مقایسه نیست. واسه میگه او که یراتخا افراتخا، هر چقدر طرف بیشتر یرات شمایم داره هشم به همون نسبت بیشتر روش عصبانی میشه. Yes. چرا ربا؟ Why؟
because it's not about Olam Hazeh, it's all about Olam Haba. And since we, or the Tzaddikim, they have Jews, definitely, it says, we are Hashem's chosen people. Because of that, he has much more expectations from us, because the promise that we have, it's not, in the eternal life, it's not comparable to their promise. It's very simple. یادتون داستان نخوم ایش گمزو اینا باید آدم بدونه. بعضی میگن اگه من قدی سوریم دارم پس هاشم منو دوست نداره. اگه هاشم منو دوست داشت I would live like the Hollywood movie stars که they have it so good بچه اینا خودکشی میکنن. این درست عکسشه. You know, the ones that HaKadosh Baruch Hu cares about them, they have more history. چرا؟ چون HaKadosh Baruch Hu انتظاری که نوشته سویواو نیسعرا معود، یعنی هر چی به هشم نزدیکتر هستیم. نیسعرا از چی میاد؟ سعرا. یعنی HaKadosh Baruch Hu تو هر تار مو هم چیکار میکنه؟ یعنی مته به خشخاش میذاره. تو گمارا میفرماید نخوم ایش گمزو یک صدیقی بود. تو گمارا تعنی تعریف میکنه که این تلمیدیمش اومدن، این توی خونه خیلی خرابه زندگی میکرد و هر آن ترس این بود که این سقف خونش بریزه. بعدن این تفلک نخومیش گمزو دست و پا نداشت، بدنش هم پر از چیز بود، زخم و اینا بود. واسه این اومده بودن چیکار کرده بودن؟ 4 تا پایه تخت خوابش گذاشته بود، 4 تا سطل آب که مورچه ها و خزنده ها نتونن به بدن این برسن. تلمیدش اومدن گفتن کودارا سقف داره میاد پایین، ما میخوام ببریم یه خونه دیگه. گفت نه 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 نه، قبل از که من از اینجا ببرین بیرون، اول کاسه کوزه‌ام ببرین بیرون از خونه. چیزای کریستال ما نمیدونم ایمجین چه کاسه کوزه‌ای داشته. اول چیزای منو ببرین بیرون، کتاباشو گفت بعدش نه کاسه کوزه‌اشو میگه اول. میگن چرا؟ میگه ببینین چون لحظه‌ای که منو ببرین بیرون سقف میاد پایین. اینا همین کاری میکنن، میان کاسه کوزه‌اش همه چیز کریستالشو نمیدونم چینیای فلان همه بریک فرانت همه اینا رو میبرن بیرون، بعد تا نخومیش گمزو رو میبرنش بیرون سقف میاد پایین. میگن که بودارا تو ببین تو چقدر صدیق هستی که اصلا زخوت تو این سقف رو نگه، تو چرا باید به این روز بیفتی؟ میگه من خودم خواستم ازشه. میگن چی؟ میگه آره. میگه من یه روز میخواستم برم پیش پدرزنجانم، دست خالی که نمیرم، اومدم 2 تا الاغ بار کردم، حالا مثلا توی شهر دیگه بوده، 1 الاغ پر کردم، حالا 2 تا کامیون فرست این nowadays سمی تریلر، یکیشو توش غذا گذاشتم، میوه گذاشتم، کیک گذاشتم، اینا میخوام برم پیش پدرزن. تورا که داشتم میرفتم یه فقیره اومد گفت ربی پرنستنی من دارم از گشنگی میمیرم. یه گفتم صبر کن الان بهت میدم، شو بزن پیاده بشن بهت میدم. یه خورده I took my time تا اومدم اون از علاقه بیام پایین و در خروجی رو باز کنم، دفعه بدبخت فقیره اولام رفت. گفت رفتم خودم انداختم فقیره، گفتم خدایا دستای من که تو نجنبیدن اینجوری بشن، پاهای من که اینا اینجوری بشن. من از هشم خواستم. چرا خواست؟ چون ببینید نخومیش گمزو، ببینید این علمابایی که داره قابل تجسم نیست. این نمیخواست یک ذره علماباش میدونین چیز بشه، حاضر یک عمر اینا سویواو نیست سرام عود. این نخومیش گمزو انقدر به هشم نزدیک بود که همتا نداشت. نخومیش گمزو تو گمارا میگه وقتی بارون نمیومد میومد چیکار میکرد؟ یه دایره دور خودش میکشید. این خودی هم اگل راو نخومیش گمزوست. این هم تلمید اون بود. چیز میکرد خدای من از جا بیرون نمیام، اعتصاب تا بارون بفرستی. بارون میفرستاد، مثلا دونهاش ریز بود، گفت اینجوری نه قبول ندارم، درشت خیلی درشت میخوای سیل بیاد، نه باید بارون براخایی. اینا ببین اینجور اشخاص انقدر به هشم نزدیک هستن، ولی هر چقدر آدم به هشم نزدیکتره به همون نسبت داره چی میگه داوود؟ او که گیراتخا اوراتخا، هر چقدر به هشم نزدیک. چرا؟
به خاطر اینجور اساس مشربنو علماء داره که هیچ آدمی نداره. واسه این یس در مقام مشربنو اگر به جای اینکه بزنه به جای اینکه بگه به سنگ زد it looks very big. اگه نخومیش گمزو تو مقامی که این هست اگه یه ذره اگه تون نجنبی it's a big deal because the reflection is on the eternal life. ببینین این علام حبا it's everything. ببین علام حبا ببینین کسی که به علام حبا اعتقاد نداره اصلا تمام تورا یهودیت همش هیچ ارزشی نداره. You have to realize اصلش این آدم هیچ وقت نشامای آدم همونطور که خانم گفتن هیچ وقت از بین نمیره. طرف این فقط جسم. ما همیشه با عرض میکنم چرا کسی علام میره لباس پاره میکنیم؟ چون میگیم بدن ما یک جسم بیشتر یک لباس بیشتر نیست. اصل کار نشامه هیچ وقت از بین نمیره. right؟ و نشاما تا ابد وجود داره. So in that eternal life right کجاست where are we standing it depends جداً on the life زندگی که اینجا کردیمه. واسه این چقدر قشنگ میگه میوده اوزم او که یراتخا افراتخا که خداوندا که یراتخا ردق میگه این ربیده بود که ردق میگه که خلش یوتر یرئی محشم کاخ کاسو علیهم یوتر گدول. حقا دوش برخوا میدونیم برای ما یعنی این همه مسئله که میزدیم آدم فرض کنیم تو یک رولز رویس سفید 2014 اگه یه لکه کوچیک باشه خیلی به چشم میخوره ولی ماشین درب و داغونه میدونین که آدم میرم 2000 خریده که پر دنت و زنگ زده فلان اینا هست یه لکه دیگه هم میفته اصلا به نظر نمیاد. متوجه هستین؟ This is it. آدمای صدیق مثلا این رولز رویس سفید میدونین که یک لکه کوچیک خیلی اصلا زشته روش ولی واسه ما میدونی انقدر ما درب و داغون هستیم که اینا ولی چی او که یراتخا افراتخا و به عزت هاشم we'll continue next week.